نام خدا. با سلام خدمت دوستان گرامی. یه استخری داشتیم که ما به طول 12 در 6 و عمق حدودا 3 متر میخواستیم اینجا رو خالی کنیم که ناگهان چشم خود بگه موجود جدید. حالا من تا حالا اینو ندیده بودم، شاید شما دیده بودین. من خاکیشو دیده بودم ولی این ظاهرا آبیه و بیشتر شبیه سوسماراییه که خیلی بزرگن. الان میارم جلو شما یه نگاهی بکنید. یه آخرین زومم اینه. بذار یه ذره بزن جلوتر. عکس العملی سرش هم اندازه بدنشه. یکاش حرکت کنه شما ببین، خیلی ریز به اون پاهای کوچولوش حرکت میکنه، شبیه نخه. یه لحظه یه چیزی بندازم. دهان داره حرکت میکنه. شانس ما رو بریم. این مار کوچولو شد ولی دیدین که دست و پا داشت. الان ببین یه تحریکی کردم، نمیخواد دیده بشه.